ابن موسی رضا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قریب الغرباء یومین از ضعفاء و الفقراء السلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا. انشالله همتون حاجت. سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، امیدوارم حالتون خوب باشه. الحمدلله توفیق داریم در حرم امام رضا مشهد مقدس، صحن پیامبر اعظم، داریم میریم به سمت چایخونه صحن کوثر. انشالله رزق روزیتون بشه، بیاین زیارت حرم امام رضا خودتون و از نزدیک زیارت کنید و حاجت روا برگردین. انشالله هر حاجتی در دل دارین و حاجت روا باشین به حق علی ابن موسی رضا. جای همتون خالیه، خدا رو شکر این توفیق رو داریم در حرم امام رضا جان باشیم. نایب زیاره همتون هستم، انشالله که هر حاجتی در دل دارین روا باشه. شفای مریضا، حاجتمندا، مشکل و کار و مسکن و ازدواج جوانامون حل بشه انشالله. مجدانی که بچه میخوان خدا بچه‌های سالم و صالحشون بده. زندانیان بیگناه هر چه سریعتر آزاد بشن و به جمع خانواده هاشون بپیوندن انشالله. اینم چایخونه حضرت، صحن کوثر. خب صف چایخونه هم حسابی شلوغه. با من همراه باشین که داریم میریم به سمت صحن انقلاب، پنجره فولاد و گنبد طلا. این هم صحن کوثر هستش. میدونم همه تون اینجا زیاد اومدین، خاطره دارین، خاطرات خوب. انشالله که از اینجا دست پر برگشته باشین و به حاجت روا. انشالله بعد از این فیلم اگر هر حاجتی دارین حاجت روا باشین. با من همراه باشین که بریم به سمت صحن آزادی، از صحن آزادی بریم صحن انقلاب اسلامی. چقدر جاتون خالیه، چقدر حال هوای حرم عالیه. انشالله رزق روزیتون میشه، خودتون بیاین حرم زیارت. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم تا قیامت. ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درت غلام و نوکرت، مران از در مران به جان مادرت. علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی رضا، علی موسی. آره خب انشالله که همتون حاجت روا باشین، هر حاجتی در دل دارین روا باشه انشالله. قسمت و روزیتون باشه زیارت آقا جان امام رضا. خب اینم باب السلام و خدا رو شکر درم بازه الحمدلله. همراه من باشین تا بریم صحن آزادی، از اونجا بریم صحن انقلاب اسلامی.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، سلام علیک یا امام هشتم یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء، از سلطان ابوالحسن یا علی. جای همتون خالیه، بیاین اینجا سلام بدین. بوی سپنج، نوای صلوات، دعا، راز و نیاز، جای همتون خالیه. خدای شکرت. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. خوشحالم که توفیق و حضور در حرم آقا جانو دارم و دارم برای شما از حال هوای حرم امام رضا فیلم میگیرم. لایک کنید، سابسکرایب کنید، واسه دوستانتون هم ارسال کنید. خیلی‌ها که دوست دارن اینجا باشن، حال هوای حرم رو ببینن، لذت ببرن. ان شاء الله رزق روزیتون بشه، خودتون بیاین حرم زیارت. اینجا حوض رو فکر کنم میخوان تعمیرات کنن، یه سری کارهای میخوان بکنن که بستن. بعد گل دسته ها هم فکر کنم میخوان تمیز کنن یا یه سری بازسازی های کوچیک حرم داره اونا رو انجام بدن. جا همتون خالیه. هم نقار خونه است. انشالله همتون حاجت روا باشین، هر حاجتی در دل دارین. اون رو اسماعیل طلا یا سقاخونه است. چقدر جاتون خالیه تو حرم. لایک سابسکرایب کنید، از این دست ویدیوها واسه تون زیاد میذارم انشالله که لذت ببرید. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، سلام علیک یا امام هشتم یا غریب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همراه من باشین تا بریم پشت پنجره فولاد، جایی که خیلی ها شفا گرفتن، خیلی ها اونجا حاجتشون رو گرفتن. انشالله نفر بعدی که حاجت میگیره شما عزیزان باشین و حاجت روا باشین انشالله. همین زیارت آنلاینی که دارین خدا ازتون قبول کنه و حاجتاتون رو بده. خدا هر حاجتی دارین انشالله حاجت روا باشین. و حق علی ابن موسی رضا. وای چقدر شلوغ هم هست پشت پنجره فولاد. ببینید چقدر شلوغه، خیلی شلوغ الحمدلله. یا الله خیرم ببخشید. چه حال هوایی داره شب زیارت. جواب باشین حق علی ابن موسی رضا. حاجت روایی همتون. اینجا نداره که سنگ من اونجا
بفرمایید. میخوای سباب کنی کباب میکنی. اینجا دیگه همش برای خانوم هست. از این حیاتی که ببینید اومدن آب شفا بردارن با بطری میارن اینجا آب شفا بگیرن ببرن برای مریض. انشالله بیاین خودتون اینجا آب از سقاخونه بخورین. آب سقاخونه اسماعیل طلا چقدر زیباست. بیا وای بیا انشالله همه تون حاجت روا باشین. وانا زیون چه حال هوایی داره واقعا حرم این موقع. خب امیدوارم که لذت برده باشین. همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. لایک سابسکرایب کنید واسه دوستانتون ارسال کنید.